من فرماندگی بک، فرمانده شما، بار دیگه بهتون دستور میدم اجازه ندید در میدان جنگ بکشمتون. شما باید زنده بمونید، باید بجنگید، نه برای اینکه از شما در تاریخ به شجاعت یاد بشه. باید بجنگید، نه به خاطر من یا امپراتورتون یا سرزمینتون. بجنگید تا از پدر و مادر، برادر، فرزندانتون و همسرتون محافظت کنید. بجنگید تا زنده بمونید. این تنها راهیه که ما میتونیم به خونه هامون برگردیم. مبارزه و پیروزی.